درود بر شما. اخبار امروز شنبه 16 می را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چند خبر و گزارش های برنامه. مقامات گفتند تحقیق پرونده مرگ 7 نفر در صدمه نقلیاتی در وحدت را به پایان میرسانند و به دادستانی میفرستند. رسانه‌های آمریکایی میگویند دونالد ترامپ در ملاقات با هیئت روسیه اسرار مخفی را آشکار کرده است. کاخ سفید این ادعا را رد میکند. گزارشی که امروز نشر شد به اساس است. به هیچ وجه منبع‌های اکتشافی و طرز دریافت معلومات ارزیابی نشده است و پرزیدنت یگان عملیات نظامی را که تا این زمان آشکار نباشد بحث نکرده است. یکی از بزرگترین شرکت‌های هوایی چین حضورش را در تاجیکستان توصیه می‌بخشد. تفصیل خبرها. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند تحقیق پرونده مرگ 7 نفری که از مراسم دفن برمیگشتند به زودی به پایان میرسد و پرونده به دادستانی فرستاده می شود. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 16 می به رادیو آزادی گفت تحقیق پرونده که 2 ماه ادامه داشت در عرفه انجامیابی است. در رابطه با این قضیه بختیار مجید و فراننده ماشین بارکش را به رعایت نکردن قاعده‌های بخطری و سبب مرگ آدمان شدن متهم کردند. در نتیجه کنده شدن ترمز ماشین زیل او در روز 13 مارس 7 نفر در ناحیه وحدت هلاک شدند و 19 نفر دیگر جراحت برداشتند. حکومت روسیه برای مجهز و بهتر کردن کاری کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان به این نهاد ماشین و تجهیزات لازم برای نجات هدیه کرده است. ماموران نجات در تاجیکستان که آفت‌های طبیعی در آن کشور بسیار مشاهده می شود بنابر نداشتن ابزار و تجهیزات لازم نمی توانند سری وقت به اعداد مردم محتاج و به محل‌های فلاکت زده برسند. شعلای گلخواجه گزارش می دهد. حکومت روسیه به کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به مبلغ عمومی $500,000 11 عدد تجهیزات مخصوص و ماشین‌های لازمه را برای نجات دهی تقدیم کرد. این نهاد تاجیکستان زمستان امسال به هنگام ترمفروری زیاد و مسدود شدن راه‌های کشور با کمبود تجهیزات نجات دهی مواجه گردید. در پی این آفت طبیعی در منطقه‌های کوهی 28 نفر به هلاکت رسید. جسد 2 نفر را نجات دهندگان مدت 17 روز جستجو نمودند. نجات دهندگان به طور شبانه روزی فعالیت کردن مجبور شدند که برای یاری سگان بویگیر را از وزارت کارهای داخله دعوت کنند. نظامیان پایگاه 201 روسیه بیمارستان صحرایی تشکیل نموده با بعضی لوازمات جستجویی کمک کردند. ماشین‌های برف‌تازه‌کنی از هر کجا آورده شد. امسال بنابر برفباری‌های زیاد فرآمدن بیش از 720 ترمز ثبت شد. متاسفانه این آفت طبیعی در پی قربانی نیز داشت. با کمک قبل از همه حکومت تاجیکستان و سازمان‌های بین المللی ما توانستیم عاقبت‌های آفت طبیعی را که در 3 ماهه اول سال جاری رخ داد کاملا برطرف کنیم. Можем сказать, что полностью устранили все последствия тех стихийных бедствий, которые имели место в первом квартале этого года. همچنین در چارچوب لایحه به تاجیکستان هواپیماهای بسرنشین برای مشاهده محله‌های فلاکت طبیعی، جستجوی ضرردیده‌ها، گمشده‌هایی که زیر برف ماندند و تجهیزات برای تازه کردن سیل و سنگ تقدیم کرده می شود. Есть программа, уже о ней было сказано. برنامه وجود دارد و در بارش علاقه معلومات دادند. آن برای پر اقتدار شدن در قبال آفت‌های طبیعی است و موفقانه عملی می شود. حالا این مرحله اول است. بجز این برگزاری چاره‌بینی‌های مختلف برای آماده کردن متخصصان کمیته حالت‌های اضطراری در نظر گرفته شده است. شما می دانید که در روسیه اکادمی آماده کردن متخصصان در این بخش عمل می کند. همچنین رسانیدن کمک اصولی نیز در Планируется методическая помощь, другая практическая помощь. کمک فنی روسیه به کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان در چارچوب بنیاد باوری سازمان ملل متحد صورت گرفته مبلغ طرح در مجموع $1,650,000 آمریکایی را تشکیل می دهد.
رو میاریم به موضوع بین المللی. بنا به گزارشات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان ملاقاتش با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در هفته گذشته در کاخ سفید در اسرار مخفی نهادهای جاسوسی را آشکار کرده است، اما دستگاه ریاست جمهوری آمریکا این گزارش را که اول روزنامه واشنگتن پست نشر کرد رد می‌کند. هفته گذشته هنگام دیدار و گفتگو با دیپلمات‌های بلندپایه روسیه در قصر سفید، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اطلاع مخفی را به مصاحبانش آشکار کرده منبع مهم اکتشافی درباره فعالیت‌های گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را زیر خطر قرار داده است. منصبداران آمریکایی جای داشتن چنین صحبت را تصدیق می‌کنند، ولی معلومات روزنامه واشنگتن پست را قبول ندارند. گزارشی که امروز نشر شد به اساس است. به هیچ وجه منبع‌های اکتشافی و طرز دریافت معلومات ارزیابی نشده است و پرزیدنت یگان عملیات نظامی را که تا این زمان آشکار نباشد بحث نکرده است. 10 می، یک روز پس از برکناری رئیس اداره فدرالی تفتیشات جیمز کومی که دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا را تحقیق می‌کرد، رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید با وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف و سفیر روسیه در آمریکا سرگئی کیسلیاک ملاقات کرد. عکس‌های این گفت و شنید را رسانه‌های روسیه نشر کردند. خبرنگاران آمریکایی را به ملاقات راه ندادند. رسانه‌های آمریکایی از قول منصبدارانی برایشان معتمد آوردند که 10 می هنگام صحبت با مقامات روسیه دونالد ترامپ از متن بیرون شد و درباره برنامه‌های گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی عاید استفاده کامپیوترهای لپتاپ در هواپیماها گزارش داد. با گفته منصبدارانی که این اطلاع را رسانه‌ای کردند، معلومات درباره برنامه دهشت‌افکنان مخفی بود و اکنون سرچشمه‌ای که آن را در اختیار ایالات متحده گذاشت زیر خطر قرار دارد. بعد نشر مقاله واشنگتن پست، وکیلان مردمی هم از حزب دموکرات و هم از حزب حاکم جمهوری‌خواه آشکار شدن معلومات مخفی را محکوم کردند. و وکیل دفاع احمد رحیمی شهروند افغان تبار امریکا که خواسته است که اتهام تلاش برای قتل مأمور پلیس را از پرونده لغو کنند. پیتر لیگوار روز دوشنبه 15 می درخواست برای لغو اتهام را به دادگاه سپارید. با گفته لیگوار، احمد رحیمی با نیت کشتن پلیس به سوی آنها تیر نانداخته است. این شهروند افغان تبار امریکا به بمبگذاری در شهر نیویورک و نیوجرسی متهم می شود. مقامات امریکا میگویند محض احمد رحیمی ماه سپتامبر سال گذشته در مرکز نیویورک در منهتن و هم در شهرک ساحلی نیوجرسی بمب گذاشته است. در نتیجه ترکیش در نیویورک 3 نفر مجروح شدند. در نیوجرسی کسی آسیب ندید. به گفته مفتشان، احمد رحیمی در چند جای دیگر بمب گذاشته است و او بعد تیراندازی که در نتیجه 2 مأمور پلیس زخم‌های سبک برداشتند از طرف مأموران پلیس دستگیر شد. و شرکت‌های امنیتی علامت‌هایی را پیدا کردند که سرچشمه حمله سراسری کیبرنتیکی به 150 کشور جهان از جمله به تاجیکستان در کره شمالی بوده است. شرکت‌های سایمنتک و کاسپرسکی روز 15 می گفتند در ویروس واناکرای رمزهایی را استفاده کردند که سال 2014 در ویروس لازاروس به کار بردند. رخنگران اینترنتی از کره شمالی در آن سال با این ویروس معلومات شرکت سونی را دزدیدند و نشر کردند. جزئیات بیشتر درباره گسترش ویروس واناکرای در گزارش همکارم خیرامان بخازاده. مقامات در امریکا گفتند که ویروس واناکرای تا روز دوشنبه هزاران کامپیوتر دیگر را آلوده کرده و در 150 کشور پهن شده است. تا صبح امروز بیشتر از 300,000 کامپیوتر در 150 کشور سرایت شدند. خبر خوب این است که سرعت سرایت ویروس سست می شود. ویروس واناکرای صاحب کامپیوتر را از دسترسی به اطلاع مهمش محروم می‌کند و برای بازپس دادن آن بیشتر از $300 پول طلب می‌کند. با وجود طمع‌جویی و به دست آوردن پول، ظاهراً نه بیشتر از $70,000 پرداختند و ما نمی‌دانیم که آنها در واقع معلوماتشان را پس گرفتند یا نه. با گفته مقامات آمریکایی، هیچ یکی از شبکه‌های دولتی آسیب ندیدند. ویروس واناکرای و یا گریه روز جمعه 12 می به سیستم‌های کامپیوتری در سراسر جهان سرایت کرد و کار بانک و نهادهای دولتی، بیمارخانه‌ها و حرکت نقلیات را به هم زد.
чандин корбари радиои озодӣ дар тоҷикистон ҳам ба мо аз сироят шудани компютерҳояшон хабар доданд, вале мақомоти расмӣ дар ин бора то ҳол чизе нагуфтаанд. و برمیگردیم باز هم به تاجیکستان. یکی از شرکت‌های عظیم هواپیمایی چین نیت دارد پروازها به تاجیکستان را بیشتر کند. چاینا ایرلاینز سال‌هاست به تاجیکستان پرواز انجام می‌دهد و می‌خواهد دیگر شهرهای چین را نیز به تاجیکستان بپیوندد. مقامات تاجیکستان میگویند در عوض می‌خواهند خط پرواز شرکت‌های داخلی به چین را وسیع کنند که همسایه بزرگترین و شریک اقتصادی اصلی تاجیکستان به حساب می‌رود. در این باره همکارم مردان محمد گزارش می‌دهد. شرکت هواپیمایی جنوبی چین از بزرگترین شرکت‌های هوایی آسیا به حساب رفته از سال 2008 میان شهرهای ارومچی چین و شهرهای خوجند و دوشنبه تاجیکستان پروازها انجام می‌دهد. با عنوان رعایت برابری یا پاریتت شرکت‌های سامان ایر و تاجیک ایر تاجیکستان به شهرهای ارومچی و پکین پروازها انجام می‌دهند. در مراسم معرفی پروازهای شرکت چاینا ساوذرن ایرلاینز که روز 16 می در مهمانخانه هیات ریجنسی در شهر دوشنبه دایر شد، تاکید گردید که این شرکت در مسیر بین‌المللی یک کمربند، یک راه یا طرح راه ابریشم از بزرگترین وسایل مسافربری حساب می‌یابد. توجه ما روی دورنمای همکاری‌های بیشتر در سمت پروازها میان تاجیکستان و چین است. شمار پروازها زیاد شده و خدمت‌رسانی باز بهتر شود. تنها شرکت چینی که به تاجیکستان پروازها انجام می‌دهد شرکت چاینا ساوذرن ایرلاین است. با گفته منیژر اماتووا مسئول نمایندگی شرکت چاینا ساوذرن ایرلاینز در تاجیکستان، این شرکت هفته 2 پرواز به دوشنبه و 1 پرواز به شهر خوجندی تاجیکستان انجام می‌دهد. فعلا هواپیماهای شرکت چاینا ساوذرن ایرلاینز یک هفته 2 مرتبه از ارومچی به دوشنبه و 1 مرتبه به خوجند پرواز می‌کنند. پروازها به دوشنبه از سال 2008 شروع شده و تا امروز بیش از 1600 پرواز در این سمت‌ها انجام شده است. 220,000 مسافر انتقال داده شده است. در سال 2011 از ارومچی به خوجند پروازها آغاز یافتند. تا حال 870 پرواز انجام داده شده و 75,000 مسافر انتقال یافتند. با گفته مسئولان ریاست اویاسیون گردشدنی وزارت نقلیات تاجیکستان، در نظر است در آینده نزدیک شرکت‌های هوایی تاجیکستان از روی مسیر جدید دوشنبه گوانجاو پروازها انجام خواهند داد. مردان محمد، امرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه. در شهر دوشنبه یک مسابقه بین المللی تنیس ادامه دارد که در آن ورزشکاران از چندین کشور از جمله آمریکا و بریتانیا شرکت دارند، ولی خود تنیس بازان جوان تاجیک در مرحله اولی بازی‌ها از جایزه بی‌نصیب ماندند. مقامات تاجیکستان سال‌های اخیر سعی دارند تنیس را که در اروپا و آمریکا مخلص زیاد دارد در تاجیکستان هم رونق و رواج بدهند. امرالدین عالم گزارش می‌دهد. ورزشگران تاجیک در قسم یکم سبقت بین المللی تنیس میان نورسان تاجیکستان اوپن به مدال ماندند. مسابقه تاجیکستان اوپن از 6 می در شهر دوشنبه شروع شده است. در این سبقت تنیس بازان نورس از 17 کشور از قبیل آمریکا و روسیه، قزاقستان و اوکراین، بلاروس و بریتانیای کبیر و دیگر کشورها شرکت دارند. من از شهر سنت پترزبورگ آمدم. اینجا خیلی گرم است. کوههای زیبا دارد. مقصد دارم وقتهای خالی در دوشنبه سیر و گشت کنم. اینجا به من خیلی معقول شد. در دور یکم سبقت‌ها غالبیت نصیب ورزشگران روس گشت. کسینیا تراسووا با همراهی همدستش انفیسا کرالکووا در نمود دستوی به همه رقیبانشان غالب آمدند. رقیبان ما از تاجیکستان، روسیه و دیگر کشورها بودند. بازی با آنها جالب بود. متاسفانه در نمود 1 به 1 موفق نشدیم، ولی در نمود جفتی با دوگانه هم جای اول را گرفتیم. بار اول است که فدراسیون بین المللی تنیس برگزاری چنین یک مسابقه را به تاجیکستان اجازه داده است. دور دوم این سبقت قرار است تا سنه 21 می ادامه کند.
برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان شما.